روزه میگه چخل فرض شد. برای چی ما 3 روز روزه میگیریم؟ 2 روایت دارد. یکیش آدم علیه السلام وقتی که الله چیکارش کرد؟ آفریدش در بهترین صورت. ما شما را الله در بهترین صورت کرده است. در تمام مخلوقاتی روی دنیا بهترین صورت ما هستیم. الحمدلله. جنت در آوردش. جنت نگفت همه چیزهای جنت برات حلال کردم مگرم ولا تقربوا الی هذه الشجره، همین درخت گندم در نزدیکی نکن الا گناهگار نشوی. آدم علیه السلام چیکار کرد؟ شیطان دور مد جنت با واسطه مار. دهنی مار نه دور مد، قصهش دراز است، قصه نمیگم. دور مد خلص کلام. یک ماما هوا مادرمون فریب کرد، گندم خوردند. وقتی که گندم ماما هوا خورد مجبورا آدم ده خورد. آدم خوردن بعد آدم خداوند برادر در روی دنیا پرتافتش. چون که خدا شرطش مونداد اگر همین در نزدیکی نکنی تو ابدی در جنت زندگی میکنی، ایلا اگر همین کار کنی تو جا چه گفت دوزخه. پرتافتش باره برا گفت دنیا نه. همین 30 روز گندم در شکم پدر مون داده. 30 روز 30 روز نه حلش داده، برای همین 30 روز در بالای مشمش داده فرض. دویم حجت، وقتی که خدا سبحانه و تعالی انسان آفرید، انسان را با علاهیده 3 چیز داد. عقل داد، ببین، شرم داد، ایمان دادش. وقتی که خدا عقل آفرید میگه در بهترین صورت. عقل ما شما را مخلوقه، نفس مخلوقه، لیکن ما دیدش نمیتونیم. شکل و شمائلش گفته نمیتونیم کدام حالت است کدام صورت است. خدا عقل آفرید میگه، گفتش ای عقل پیشتر بیا. عقل میگه پیشتر 1 متر پیش اومد. عقل گفت عقیبتر برو. عقل عقیبتر برفت و سوالش گفت که ای عقل تو کی هستی؟ من کی هستم؟ خدا سوالش کرد. عقل همان مومنت آفریدگارش چیکار کرد؟ تنگ گرفت. گفت خداوند تو آفریدگاری من هستی، من بنده ضعیفی تو هستم. خدا گفت من تو در بهترین انشاءالله مخلوق نچکار میگه. گفت دادم، آدم دادش. من حیوان عقل نیست. حیوانات عقل ندارد، نفس دارد، خواهش دارد، فهم دارد، فراست دارد، عقل ندارد. اگر عقل می داشت گوت خدا خود خونه میبرد چی گوالی انم خدا خود تق قشد نه زمینک داریم 400 تق همه خوش شروع بریا که راست برا کش که علفای مردم نخری حرامه او بوله همه راست برا همه اطرافا که گندم مخور قتل اومد خوره نمیزند. اگر عقل می داشت این نصیحت عمر چیکار میکرد؟ قبول میکرد. ما را که خدا عقل داده نصیحت آفریدگار را باید قبول کنیم. بهترین آفریدگار نصیحت که عقل داریم ما. بعد از این میگه نفس آفرید. گفت نفس گفت پیشتر بیا. نفس میگه جوش نجنبید. عقیبتر برا گفت نرفت. خدا میگه در غضب شد 100 سال در آتش دوزخ سوختش. دوزخ از پیدایش دنیا های برادرها، از پیدایش دنیا دوزخ جنت همش است. دوزخ در زیر 7م قبت زمین است، جنت در بالای 7م قبت آسمون عرش است. حدیث های صحیح بخون انشاءالله خدا خواهد. بعدی 100 سال برآوردش میگن فرشته آوردنش. گفت که ای عقل پیشتر بیام میگه با نجنبید. عقیبتر برا گفت با نجنبید. گفت عقل تو کی؟ نفس گفت تو کی هستی؟ من کی هستم؟ نفس گفت تو هستی، من هستم. با منی کرد. 100 سال دیگر در عذاب گرسنگی مبتلاش کرد، گشنش پرتافت. بعدی 100 سال میگه برمت. وقتی که الله پرسیدش که ای نفس تو کی هستی؟ من کی هستم؟ گفت تو آفریدگاری من هستی، من بنده ضعیف تو هستم. برای همین میگه 30 روز روزه چی شد؟ فرض شد. باید که ما انشاءالله همون نفس چیکار کنیم؟ آزارش دیم انشاءالله خدا قد. چون که اساسی نفس است. اگر نفس نزورت رسد خدا خواهد همین روزه میداری، نرسد چی؟ البته میخریش.
انسان خدا دو نفس داده که عزیزی من، این دو نفس اگر غالب بیایی این دنیا هم آخرت هم نجات میابی. یک نفسی بالای نافی است اینجا داری، اگر یکی نفسی چی است؟ زیری نافی است. اگر رو زیری نافی هم غلبه نکنی هر روز زنا کردن ممکن. همین دو چیز نمیگه غالب بیایی اگر انشاءالله نجاتی دو دنیا در شما است انشاءالله. خدا خواهد 30 روز میگه روزه چی شد؟ میگه بعد از این انشاءالله خدا خواهد فرض شد. شاعر میگه ماه رمضان آمد از سوی بهشت، آید به مشام مؤمنان بوی بهشت. الحمدلله امروز بوی بهشت در مشام ما و شما است. امروز روزه مبارک چپانش گرفت نزد ما آمد. این مهمان است عزیز من، یک ماهک، یک ماهی مهمان است. حرمت چکن ماه انشاءالله، عزت چکن ماه، حرمت چه بجا بیار انشاءالله روز قیامت میشناسد. ابو هریره رضی الله تعالی عنه گفتند برای مؤمنان گفتند دو خرسندی است، دو خرسندی، دو شادی است. یکی گفتن نزد افطار، ما خدا خواهد روزه رو میگیریم بیگاهی چشما گشنه است، بالای میز ما همه این نمودی ناز و نعمت الهی رو میکشید. الحمدلله میکشیم، انتظار این خدا خواهد بانگی معاذین میشویم، انتظار انشاءالله فرو رفتن آفتاب مبارک میشویم. الله پرده های آسمون میکشاید است، میگفت از فرشته ها را ای فرشته ها شما گفته بودن که آدم نافرکید، آدم خیلی ناحق میریزد فساد میکنم، بین امروز فرمانی من منتظر از ترسی من جرأت نمیکنه که یک تک سیبک از گزد، جرأت نمیکنه که یک تک خرما که در دهنش اندازد. بی از کی ترسیده؟ از من ترسیده. امروز بندم خداوند به نظری رحمت نگاه میکنه. نزد افطار انشاءالله این سنت از عزیزانی من، همسرامون گویم دخترامون گویم وقتی خدا خواهد افطار نیم ساعت پیش بالای میز آراسته کنن، انتظار فرمانی الله شو. الله سبحانه تعالی میبیند ما و شما را، خرسند میشید است. الحمدلله به عدد شکر. چی ناز و نعمت داری دریغ ندار. این ماه خدا خواهد بچه یکا چی خواهش داره، دخترکا چی خواهش داره مهیاش کن. خدا خواهد مایز خر، بادم خر، پیسته خر برای بچه یکات. انشاءالله گوش کندشو میکن تا اینکه انشاءالله خدا خواهد دارن قوه حاصل کنن، انشاءالله فرمان خدا شکنن، انشاءالله روز قیامت نجات میابی بنده خدا. پیغمبری بزرگوار میگن سخت‌ترین عذاب روز قیامت همان کسی است که عائلش به فرمان خدا میموند، عائلش نمازخوان نمیکند، حجاب دار نمیکند، در ماه رمضان شرایط بطون کرده نمیتید، روزه نمیگیروند. بدترین سخت‌ترین عذاب منتظر است عزیزی من. میمونیم. این دنیای چی نیست. دنیا انشاءالله 4 روز است، دنیا 5 روز است، آخر ترک میکنیم اینه میریم پیش الله. این عمل هایی که کردیم جواب میتیم یکا یک. دویم خرسندیش گفتن ابو هریره رضی الله تعالی از پیغمبر نازنین روز قیامت بنده از قبر میخسته است، روزه